ترسناکترین صدایی که دوربینا ضبط کردن. سال 2013 یک تیم فیلمبرداری در جنگلی دور افتاده مشغول ثبت تصاویر شبانه بود. جنگل تاریک، مه آلود و ساکت، تا اینکه ناگهان صدایی عجیب از دل تاریکی شنیده شد. هیچ کسی نمیدانست این صدا از کجاست و هیچ دستگاهی یا موجودی هم دیده نشد. این صدا نه شبیه انسان بود، نه حیوان و نه هیچ ماشین یا دستگاهی. تیم دوم فیلمبرداری که در فاصله نزدیک مشغول ضبط بود همان صدا را ثبت کرد، اما هیچ چیزی در محل نبود. متخصصان صوتی میگویند این فرکانس ها اصلا شبیه چیزی که تاکنون روی زمین ضبط شده نیست. بعضی میگویند شاید صدای یک حیوان ناشناخته باشد. بعضی میگویند شاید فرکانس یک دستگاه باشد، اما هیچ کس نتوانست منبع واقعی را پیدا کند. حتی وقتی صدا را دوباره با دوربین ها و تجهیزات پیشرفته مقایسه کردند، مشخص شد که این صدا از یک نقطه ثابت می آید، ولی هیچ موجود یا جسمی وجود نداشت. اگر این یک موجود زنده باشد، ما هنوز نمیدانیم چیست. موجهای صوتی آن حتی با جدیدترین تحلیل ها هم همخوانی ندارد. دانشمندان میگویند این صدا ممکن است یکی از اسرار حل نشده طبیعت باشد و همین موضوع آن را تبدیل به یکی از معروفترین اسرار جهان کرده. تا امروز هیچ توضیح علمی برای این صدا پیدا نشده. تنها چیزی که میدانیم این است که آن شب در دل تاریکی چیزی شنیده شد که هیچ کس نمیتواند فراموش کند. شما چه فکر میکنید؟ آیا این صدا واقعا ناشی از یک موجود زنده است یا راز دیگری پشت آن نهفته است؟ ممنون میشم سابسکرایب و لایک کنید تا قوی تر بریم برای ویدیوهای بعدی.